در دایره نقشه چهاربینی‌ها واخوری وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمودزاده نصرالله رحمت در بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کانی بادام با نمایندگان ساحه‌های مختلف و جوانان فعال دایر گردید. از ضمن برآمد سخنرانی ذکر گردید که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان یکی از مهمترین سندهای سیاسی و استراتژیک محسوب یافته، نه تنها نتیجه های رشد کشور را در یک سال جمع بست می‌کند، بلکه سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی را برای مرحله من بعد دولت‌داری معین می‌سازد. همزمان قید گردید که در پیام پیشوای ملت به مسئله‌های تأمین رشد استوار اقتصاد، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، تقویت نقش جوانان و زنان در جامعه، همچنین تحکیم صلح و ثبات توجه خاصه ظاهر کرده شده است. در جریان واخوری همچنین عاید به اجرای طلبات قانون‌ها، مسئولیت شهروندی، دستگیری تشبس‌های اجتماعی و سهم هر یک ساکن کشور در رشد مملکت ابراز نظر کرده شد. ضمن سخنرانی دیگر برآمد کنندگان نیز از تشبس و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت بهداشت وضع اقتصادی اجتماعی اهالی، با مرام بلند برداشتن مزد معاش و نفقه پولی، رشد ساحه معارف و تندرستی، ساحه‌های اجتماعی و سیاسی یادرس گردیده اظهار داشتند که چنین غمخوری‌ها هر یک ساکن مملکت را وادار می‌سازد که با احساس بلند خود آگاهی و میهن پرستی و افتخار از دولت آباد و آزاد در رشد بیش از پیش تاجیکستان صاحب استقلال از متلاش نماید. این 35 سال به گفتن آسان، تاریخ نچندان این طولانی است، لیکن در طول 35 سالی صاحب استقلالی ما گفتن ممکن که به یک درجه خیلی هم مهم رسیده استادیم. سال به سال اینا احساس کرده استادیم، بخصوص این بلند برداشته شدن نفقه ها، استیپندیا ها، ادرار پولی ها و آهسته آهسته بلند شدن حد اقلی مزد مهنت. انمین همش غمخوری در حق خلق عزیز کشور ما می باشد. این غمخوری از طرف پیش از همه پرزیدنت کشور ما پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد که ما اینا هر دایم احساس کرده استادیم و آینده دور آن زمان دور نیست که ما از این هم خوبتر و شایسته تر زندگی میکنیم.